آبدو خیار تبریزی یکی از اون غذاهای بسیار خوشمزه و مناسب فصل گرم است. بریم سراغ مواد اولیش. ماست 1 لیوان، مرزه پاک شده 50 گرم، شوید پاک شده 50 گرم، کشمش 5 تا 6 قاشق غذاخوری، گردوی خرد شده 4 قاشق غذاخوری، خیار 3 عدد، پودر گل سرخ 1 قاشق غذاخوری، نان لواش خشک شده 1 عدد. خب برای تهیه این غذای خوشمزه تابستونی ابتدای کار سبزیامون رو ریز خردشون میکنیم. سبزیایی که برای این غذا استفاده میکنیم شوید و مرزه هستش که طعم فوق‌العاده عالی به این غذا میدن. خب بعد اینکه اونها رو ریز خردشون کردیم، خیارمون رو هم پوست میگیریم و نگینی خردش میکنیم و بعد میریم سراغ نون لواشمون. رو گذاشتیم بیرون و کاملا خشک شده، به قطعات ریزتر خردش میکنیم. به جای نون لواش از نون تافتون هم میتونه استفاده کنید. خردش که کردیم تقریبا به این اندازه که میبینید در میاد، این اندازه مناسبشه. خب بعد میریم سراغ تهیه آبدوغمون. ماست رو داخل یه ظرف میریزیم. 1 لیوان ماست داشتیم، ماست پرچرب استفاده کردیم. براش حدود 2.5 لیوان یا 2 لیوان میتونید آب استفاده کنید، بستگی به غلظتی که دوست دارید هستش. فقط دوستان آبی که استفاده میکنیم آب کاملا یخ و خنک هستش. بعدش هم حدود 1 قاشق غذاخوری سرخالی نمک بهش اضافه میکنیم و همینطور عرق کاکوتی یا عرق شاهسپرنگ حدود 1 تا 2 قاشق هم از اون اضافه میکنیم و خوب دوباره هم میزنیم تا یک نواخت بشه. خب دوستان، حالا داخل کاسه‌ای که در نظر گرفتیم سبزی هامون رو اضافه میکنیم. مرزه داشتیم و همینطور نون رو اضافه میکنیم. شما میتونید نون رو نگه دارید و در انتها برای سرو استفاده کنید به صورت جداگانه. شویدها رو هم اضافه میکنیم، همینطور کشمش ها رو. دوستان کشمش ها رو من از قبل گذاشتم، چند ساعتی خیس خوردن و حالا به این ترکیبم اضافه میکنم. گردوی خرد شده داشتیم حدود 4 قاشق غذاخوری به ترکیبمون اضافه میکنیم و بعد خیارهای خرد شدهمون هم همینطور به این ظرفمون اضافه میکنیم و در نهایت 1 الی 1.5 قاشق چایخوری هم پودر گل سرخ اضافه میکنیم. خب حالا آبدوغی رو که درست کردیم، ترکیب ماست و آب و همینطور شاهسپرم به ترکیبمون اضافه میکنیم. دوستان شما میتونید از عرق کاکوتی هم استفاده بکنید. خب حالا ترکیبمون رو خوب هم میزنیم تا کاملا یک نواخت بشه و همه موادمون به خوبی با هم دیگه مخلوط بشن. خب حالا آبدو خیارمون آماده است. من اونو با پودر گل سرخ و گردو تزیینش کردم. دوستان شما حتی میتونید از تکه‌های یخ هم برای اینکه این آبدوغتون خیلی خنک‌تر بشه استفاده بکنید و حتی میتونید نون رو داخلش استفاده نکنید و کنار این غذا به تنهایی سرو کنید تا موقع صرف غذا داخلش استفاده بشه. دوستان اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.